در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 نویای واسه بخشیده بر روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و روز آموزگاران جمع آمد ایدانه برگزار گردید. این چهاربینی با قسمت‌های جالب پرمضمون گذشت. در آغاز سرور مؤسسه آموزگاران در شخصیت آنها اشتراک داران را به مناسبت روز زبان دولتی و روز آموزگاران تبریک نمود. آموزگار این معرفی‌گر ملت است و همه آن چیزی که عبودی دیار همه این پیشروی ها بواسطه از زحمت آموزگار وابستگی دارد. قسمت‌های دیگری چهاربینی بخشیده به روز زبان دولتی و روز آموزگاران پرمحتوا در قرائت خوانندگان صف‌های 10 و 11 سرشار از شعر و گفته‌های بزرگان سخن در وصف گرامی‌داشت زبان دولتی و موقع آموزگار در تربیت انسان صدا دادند. بیازارن تو را گاهی ولیکن کسی را تو نیازاری معلم و وسط با محبت شعر گویم و گفتارم سزاوار معلم. و چهاربینی روز زبان دولتی و روز آموزگاران سابقه‌داران مهنت سابق معلمان همین مکتب دعوت شدند. تأثیرات خوانندگان از سخن‌های پدرانه مهمانان در گرامی‌داشت زبان دولتی و موقع آموزگار در تعلیم و تربیت نسل نو به مورد ارزیابی گردیده به منفعت مکتبیان بود. مکتب به تو یاد می‌دهد علم و ادب. مکتب زیتون میبرد غم و رنج و تعب. یک نکته مختصر ز مکتب گویم آدم نشود کسی مگر از مکتب. مکتب است که اینقدر جمعیت بنیاد است. مکتب است که اینقدر شما صاحب همه خوشبختی‌هایید. مکتب است که همه شما آزادید. مکتب است که تعلیم میگیرید و باید به قدر آموزگار و قدر مهنت آموزگاران و دیگران رسیده توانید. و پیش از همه آداب و تربیه شما باید نمونه باشد. وقتی که آداب و تربیه شما نمونه باشد صاحب همه کس صاحب همه خوشبختی‌ها همه چیزا بر مقصد رسیده میتونید. در قسمت جنبسته از نام شعبه معارف ناحیه و ماموریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 و سابقه‌داران مهنت و یک چند نفر معلمان سپاسنامه‌ها و تحفه‌های مالی تحفه کرده شدند. در این چهاربینی اهل فرهنگ دهه شرکت ورزیده با ترانه‌های دلنشین خاطر اشتراکچیان چهاربینی را شاد گردانیدند.